خش معلومه نگاه نگاه. زنده باش کجانو باش گپ نیست باش من راستی پیش اکای دیلشات مزیرف رفته استم جف مونسون اورا همون صورت چموندم یوتیوب خپیدک مونا با فکرم که اونجا با پرسیدم هم ایروی صورتی وای هم با اینمی گلوسی که هم برادرها خطی برای کردن در واتساپ همون گلوس ها رو میگه ممکن نیست یوتیوب مقصد که همون ویدیو مونا محکم کردن با شما مقصد فکر نکنین که ما ویدیو رو برای چو دلیت کردیم ویدیو خودش یوتیوب اتوماتیک جلب زدگی برام خپید خودش رو دلیت کرد یوتیوب کسانی که یوتیوب دارن با میفهمن چی را اون ویدیو رو درکم برام اومدم که ما سمیر در خونه شب بنوار بگیرم اینا میریم یک جای برادر. سلام دوستان عزیز برادرای قدردان شهری لیوکان یعنی کلینوباد سربند لیوکنی حزیره اینا برادرها کوچه رو دیدستین اینا شهرکی لیوکان اینا دوستان عزیز همین خونه بلند میبینید این خونه میزیروف های برادر عزیزی ما که دلشاد میزیروف این خونه پدریش که در همینجا در شهری سربند میزیروف یعنی دختوری کلان یعنی شهری لیوکان بود سربند یعنی کلینوباد پیشتره دختوری کلان بود ازی در همین خونه دلشاد میزیروف ای دولت روس اومده تعمیر کرده همین خونه رو برای فرزندان میگه تعمیر میکنم یک جای میدرویم دیدن میکنیم کار بار و رفتی تمرین شد میدرویم اینه برادر در خط تعمیر رفته است بوده دوستان عزیز اینه بینی برادر در خط تعمیر رفته است بوده اینجا بچه اوه بچه بیست انا نگاه همین آدم ورزشگر خودش معلومه السلام علیکم دوست عزیزم برادر قدردانم ای سربلند باشه خوش بحال ماش کیسین دامجا نوارو رو برآوردگی که باید تغییر حواله که بس اونادی تینجی همه کسا زنده باشه کجانو کم ماش کیسی باشه خوش بحالت بهترین نه خد در اینجا تعمیر رفته است بودای نه در اومدم گفتم یکی من استراکی خونه رو کردیم بچه‌ها که زحمته گفتی که نوجوانا رو دستگیری کنی بهترین دستگیری کنیم و انشالله گاب بزنه که سلام علیکم و علیکم السلام انا میچی مده در حقیقت اینترسی تو گفتیم کی اگر باورم که نکنین ایمی تو که کلی سرسره که ارچوی همه ارچوی کلی سرسره که سمتودا این رحمتی بابیم همینجا خونه کنده همین شکر بود من راستی که ورنه نه رحمتی بابیم نه دیگه شنه که همین چو همینجا برای گفتی که برای زدن کو تعلیمی موت شما چه موتی همون شهر دیگه اکی دید شد این معلومه که سالای پیش کار کردگی همین موندگی ها چند سال شد ای چند سال شد همین مشق خود دوام داده چند سال شد مشق میکنی من راستی که چه بگم همین هرکی فرخور رفتیم یکم مشق من رحمتی پدرم فرخور دکتر نپراولی نعمت شمی دستون تواز شدگی دو ساله بودیم فرخور رفتیم بعد سینفی همونه 5 ساله 6 ساله بودیم گمبال مشقیم با فوتبال تا که شتا خوردیم هر تو فهمیدیم چی گپه که با فوتبال و گمبال وطن رو حمایت کرده میشه بعد کمکت بوکس سال 79 دنگره کشیدیم یا سال دنگره زندگی کردیم بعد از سال 79 با 80 هم چی همون وقت ایس اومدیم دیگه در شهر کلینوباد منزل گفتی که همین با همین سن سال عمر رسیدیم که زنده باشه این هم خیلی کندر دیدست این هم خیلی کندرش ای سانتودا مقصد پدر ای سانتودا امی ارچوی سانتودا ارچوی بهارک اوی دامبوز همجا سیز سالی 14 سالگی نه خیلی گفتی که خوازمایی که خرچه بیاقلی هم اونگی کار باشیم که جنگ جانجا ده همجا کردیم از سالی 94 باز کردم ماشین پرستنال نمک خیلی جنگ جانجا و دیگه اش بود مالی ساشیدم تو پنسر رستیم که بو
نه که مرا خود دولت اروس زنگ زدن که همین در چست قلپسته 3502 هم دیدم خدمت کردیم بچه‌ها رو تربیت کردیم شوگیرد بسرن مرا ای مسکو زنگ زدن که همین دلشد میزیروف همو در حقیقت همو کماندیری ما باشه ما گفتم ولی میپرسمش شما رو خدمت کردم 2002 2002 در همونجا بوده نه زم کماندیر باتالیون پاسپورت پداتوف بچه‌ای نه ما اگر تربیتشون میگن که هم کوب پشت داده نه غلطان که هم اقلام گرفتن بتونه لیکن این شو رحمان خلق توجیه باید نگریزه فقط با پیش زنده باشه خب زدی بودن که شرمنده کرده و یک قدم با پیش هم بله بله در با پیش اینا برادرای عزیز ببینید که در خونش استاد را نگاه نکرده اینقدر کار و بار را نگاه نکرده اینا ببینید ریمون رفته است که با کار خودش آماده شده است که همین باید هیچ هم که نباشه رقیب خودش باید شکست بده همین خلاص که انشالله شب روز کار مشق وستان تکنیکا نرابط که باقی روی خیابون جوی بلنده میگیری خدا روزی باشه انشالله خدا خودش آدمی که ای تگ دل کار کنه به هم آرزوش میرسه همین خلاص که انشالله زنده باشه تشکیل کننده میگن من یه ماشین دارم در کاش این ماشین میمون پروتفیلم باید اون ماشین رو بگیریم یکی هر کاش موزایست میکنه دستگیری کنن انشالله یا برام دیگه قطعی عمل ایگن دوی جهان کی بود دست این سالی ما نتونسته در این وطن ما کمک چی بود ما دیگران فهمی بود وقتی نبود که با هر یه پاون هر مایل سپارسمن هم نیست هر یه تا بودن که خدا رحمتشون کنه بچه‌های دستوی نبود من میفهمم که یک خوب آزمایی کنم با قدر ملت خدمت برسین ما هم داریم در تای پوسمون ما هم داریم شیر بچه‌ای که در این دنیا نامشون نامی توجیه که در آسمانی هفتم میبرداره انشالله بله ما تیاری شما یک دستگیری اوزش تنیمون وای من میکنم که میدان از دلیره خدا لایقی بود ممکنه انشالله برام خب بزرگ گفته دلیری کن که میدان از دلیر است اگر روبا دلیر رفت تا شیر است نه که دیده شد میزیرف ما دیدیم برادرم فقط کار چو قطعه تخته چو حیزم کنده نه اینه برادرم خیلی دوستان عزیز همین آدمی کار میکنه خیلی معلومه نگاه یک کم تا بزر کرد نمیده سه راون سه منتی بکنی بحثه به ناز کلاس دخانی همه شاد میشود بگیم هر کس همه میره کار نمیکنم باست وقت این خیلی کاری آسان نیست چه در یوسی بانده میکشم کنی خیلی بانده دردنی خیلی میکنم این همه رولا باز میکنم خیلی دیگه گرد نیست تکردم گرد نیست الله اکبر دوستای عزیز من چرا گوش با خبر شنیده بودم که اکای دلشاد میزیرف در خونش درخت ها و کنداقتی میزنه اینا
همین پای بردنش مخیان این همینجا رو دستینم حالا من که دلشاد میپرسم که برای چی همینجا میبینیم کو چیکار میکنن ما الو شنیدیم ما فقط درخت و همین کنده و هم خیلی خطی فقط میشه په کلا و پوست مقصد همین رو استفاده میبره برای پوچوش با قوت چیدن برای چیزی که باشه میگه ایروزی که همین اومدگی همین تاجیکستان میگه در اونجا فقط زال ده اینجا هم زال دارن ولی زالشون هم بنوار میگیریم در همین شهری لیوکان زال است زال هم بنوار میگیریم نه که میگه در خونش هم قرار نمیسته فقط درخت و کنده و حال بیایم هم میگم که همینجا برای چی خیلی کوچ میگه اکا دلشاد اومدی اکا دلشاد یا چرا من نفهمیدم این همینجا چیه اینمی جرم بوجون کم پوچور تر چی میکنیم ماش میتونیم پوچورا او درخت که با قوت نه ایرا زال میرسیم نه خدمون زال میبینیم کوش میکنیم ایامی یا ترینروف چه بوم یا با قوت چی میامی کو چه خیلی میکنین کو نوری پورا قد میکنیم چرا میکنیم داری تشنا ده بود باید پوچا جای پای پوچت اومده ها اونجا ها فهمم ده بود با پوچا روز ده بود با پوچا چا بهترین آفرین بهتر او کار میکنی قطعی ساعتی بعد نی گوشتوی تنه را با قواد میکنی گوشتوی تنه را خیلی برادرها دیده نه اینجا جای چی بوده اینه برادرها خودتون با چشتون ببینید پایلو بود تازه بود فکر نمی‌زنی خیلی که تاکتیک را فقط همین ورزشگرها میفهمن این تاکتیک ها رو گپ نیست زنده باشه که جون ماش که تیاری دیستی برای شما خالقی روزادی ما خالقی بزرگی ما تاجی سری ما تاجیکستان با پیش برای شما گپ نیست اینو میگم بلندی ها هوای تازه دارد این عیدی ماشین اکر دیده شده من اینجا داره و حضور اینه دیده است اینه بپویم اینه کو اینجا کارش هم بینیم خوب باور کنی خونه مرده گوریم اومدیم یعنی هم استرامنتوش دارم اینجا پرفتگی نگه که من کار مونم اگر نه مخش نکنیم میگه نه همین قیقی خونهش اومدیم ریموند رفته استفاده که ریموند کردیستم میگه چه خیلی میشه من گفتم چه خیلی میشه زور میشه و وقتی ریمونده بنوار گرفتیم اینو بروده نه زنده باشه کجانو باشی گپ نیست باش سلام دوستان عزیز کسانی که از دولت اوروس بار روان میکنن اینه رقمشون این همین فروقاتی بار میارن تاجیکستان علاقه خیلی چقدر که ما و شما میدونیم طولی چند سال کار و فعالیت میکنن چندین برادرها رو نباراشون آوردن ساق و سلامت سپاریدن با این فرو برو جمع کردن ان شاء الله که روزای نزدیک ده برو حاکم میشه طرف تاجیکستان اینا مرحمت این رقمشون زنگ بزنید